سلام، خوش اومدید به بازی کنتراباند پلیس. بچه‌ها ما با بازی شبیه ساز پلیس مرزی اومدیم که قراره توی یه مرزی کشوری باشیم و از اون مرز پاسپورت‌ها رو چک کنیم و یه سری افراد رو بدیم، یه سری افراد رو ندیم. حالا می‌خوایم با هم دیگه بریم ویدیو رو ببینیم. با من تا آخر ویدیو همراه باشید. اگر تازه وارد چنل من شدید حتما دنبال بکنید، حتما زنگوله رو فعال بکنید و لطفاً هم کامنت بذارید و نظرتون در مورد این گیم بگید. بزن بریم بدون معطلی گیمو ببینیم. بچه‌ها ما از الان دارم بهتون میگم داریم وارد اون مردم کشوری میشیم، یعنی میریم سر پستمون ببینیم روز اول کاریمون چجوری اصلا. این کیه داداش؟ خب باز کنین دره. خب لگت داریم میایم سر کار، بریم کارمون رو شروع کنیم، بریم وسایل برداریم بیایم کارمون رو شروع کنیم. بچه‌ها میخوام قبل این که بازی رو شروع کنیم اینو بهتون بگم. ما توی کشوری به اسم آرکیستان همچی چیزیه، کشور فرضی داریم با ماموریتمون انجام میدیم، شغلمون اونجاست و قراره اینجا واسیم و ماشینایی که از این ور میاد و خب مجوز ورود یا خروجشون رو بدیم، یعنی خروجش که نه، ورودشون رو به کشور بدیم. فکر کنم ممکنه قاچاقچی باشن، ممکنه نباشن، ممکنه هرچی. ما باید تشخیص بدیم و کارمون رو درست انجام بدیم. اگر درست انجام ندیم این آقا پس گردن اون میزنه، حقوقمون رو به اون نمیده. خب ما چراغ قوه رو برداریم، وسایل برداریم، کامپیوترم که کار نمیکنه. حالا میگه بیا اینجا واسا چیز اونم تحویل بگی. اخباریه، میگه نیکولا فلان یه 10 سال. من تا جایی که فهمیدم این آقاه از دست پلیس مثل که ظاهرا فرار کرده، ظاهرا تا جایی که من تونستم ترجمه کنم و فکر کنم از جا رد شه دیگه. فکر کنم رد شه، نمیدونم، شاید هم رد نشه. خب بریم سر کارمون. نفر اول بیا ببینیم ماشین اولی. داداش بیا. اصلا من از همین الان میگم تو آدم خوبی نیستی. چاکره داداشم جون. بدیم مدارک تو. خب بذار من ببینیم چی به چیه. خب اسمش که یکیه. ببین الان اسمش با این یکی بود. خب این ببین بعد اینا رو تیک بزنیم، مثلا اگر چیزیش مشکل داشت با حتما تیک، مثلا عکسش شبیش نیست میزنیم واقعا عکسش شبیش نیست، اگر بود میزنیم عکسش شبیش. اوکی پس ما عکسو اوکیه، اسم اوکیه. خب این پاسپورتش با این یکیه، تاریخش با این مچ نیست و این پاسپورتش مشکل داره فکر کنم. آره پس میزنیم چی دیتا این مشکل داره بچه ها. ببین این مشکل داره. خب ما اینو متاسفانه ردش نمیتونم بکنم رد شه و آجی شرمنده داشته من. تو عزیزمی، تو رفیقمی، اما کشور واجب تره. گم شو از این کشور بیرون. هری خفه شو، گم شو. پلیس وظیفه شناس من نه نبینم تا هری میپامت درست از مرد خارشی. بی تربیت. چرا؟ آخه نمیخون، تاریخش نمیخون بهش. عجب عجب. اگه اینجوری که من همش خرابی دارم. بده ببینیم. داداش بذار ببین چکت کنم. این اسمت باهاش یکیه، پاسپورتش این هم یکیه، این با این یکیه، نمیخونه. اینم پایین نمیخونه، اینم پایین نمیخونه. اوکی دواشمی، ولی تو هم نه، تو هم نه عزیزم. بگم شو از این مرز بیرون. من بی راحتی باش نمیدم به کسی. خوش اومدی، برو بینم، برو بری. بی تربیت. نهاشو دور میده پای ماشینت. نبینم تا باور که اگه پول کم کنه ای والا
دیگه من کارگاه، من پلیسم خودم، من 300 سال عمر دارم، یعنی من 30-40 سال سابقه کار تو FBI و اینا دارم که نمیخوام لو بدم بهتون. به هر حال دیگه من خیلی خفنم. آجی بکش پایین اینم، ببخشید، یعنی شیشه رو بکش پایین. پازولف میذاره واسه من مدارک وافی. به تو خیلی مشکوکم. خب میخونه نمیخونه. نمیخونه. ببخشید من اینو باید با این مچ میکردم. آها اینم با این. ببین بچه فکر کنیم پلاکش باشه، درسته؟ نه این پلاکش نیست، پلاکش ربطی پاسپورت داره آخه مرد حسابی. دیتا تاریخ چیزه، تاریخ تولدشه فکر کنم بچه، این فکر کنم تاریخ تولدشه. این باید با این مچ بشه. نه این اعتبار تاریخ پاسپورتشه. انا مثلا این با این باید اوکی بشه. 29 سال. این 29 سالشه الان. اینم باید با این اوکی بشه که اوکیه. بیان 3 روز دیگه وقت داره. خب پاسپورتش هم اینم وقت داره. اینم وقت، اینم اوکیه. خستمه. اوکی داداش تو بیا برو. داداش ماشین رو نمیشه چک کرد. خب دیگه هیچی دیگه، برو عزیزم برو. شما با کمال افتخار تشریف ببر توی کشور. خداحافظ. چکرم عزیزم، فدات عزیزم. نهار بیا یه املت بزنیم با هم دیگه. بچه ما وقت خوابمون فکر کنم دیگه، خستمون شد. پولدار شدم. مارک. بچه اینا رو من چیز نکردم، بعد تیکشون بزنم که نزدم. به هر حال ما $100 هم اینجا پول گیرون اومد و الان وقت لالاست. نه بعد آخه نمیتونستم چکش کنم، خوابم میومد. رو شورتش نوشته I love you. بله خیلی هم درست. خب روز اول که گن زدیم، بریم لالا. به اینجا هم نوشته اگر شما بخواید بخوابین 8 ساعت بعد بخوابم دیگه. خب هیچی پول سیف نکردیم، هرچی در آوردیم $200 به اون دادم، $500 از اون گرفتم. هی اینجا بینیم. اینجا مأموریت داریم. نوشته درایو اون دید نوتستو. یه پیکی هست که پلاکش اینه. خب میگه وای نمیسته، همچه چیزیه. این هم نوشته چی؟ 38 سالشه. یکی هست که باید بگن دنبال یه آدمی که 38 سالشه و یه ماشینی که فکر کنم وای نمیسته، پلاکش هم اینه. EEM. حتی فکر کنم پلاکش باشه. آره دیگه شماره پلاکشه. بزن ببینیم کدومشه. باستا داداش ایست. نه این EMM اینه هاشش. آره خودشه. بیا اینجا بیا. سمیر. خب اسمش میخونه با هم دیگه. اینم 47 سالشه. توریست اومده. ببینید تاریخاشون با هم دیگه نمیخونه. خب بعد این هم به این میخوره ولی ببینون عزیزم. برو ببن.
Ona jak mi to ać Violetka Migot. Lusko mnie, wasz służny migotnik eto az możny. میگه ماشینشو چک کن. ماشینشو چک میکنیم بچه ها. خب هیچی اینجا نیست. خب اینجا هم هیچی نیست که این بنده خدا واسه چی گرفتیمش اصلا. اینا ببین میگه تو لاستیک، تو سقف، تو تایر، تو باک، تو صندوق عقب، توی این کاربراتور هوا و از این چیزا، تو فیلتر چیزش هست. یکی اینجاست تو صندلیا جا ساز کردن. میگه اینجا تو لاستیک ها بگرد. این کاپوت نمیره بالا دوش نمیره. خب بریم اونجا وسایل بیاریم. کجا تویی که دوستمونو فکر کردم یک شخص دیگر است. بکش کنم اوه چیه این؟ کوکائین. به دوش یکی هم اینجاست. نیست دیگه. بذار اینجا نیست. اینجا هم نیست. و بیا داداش تو میری زندان. برو خفه شو. برو زندان. برو بی تربیت. خاک تو سرت کنم. حالا بخواب نبینم بیای بیرون ها. اینجا چیه؟ اینجا انباره. خب میگه وسایل رو میتونی اینجا بذاری و کنترل این هم بذاری. نمیدونم چی کار میکنم. خب بیا بریم سر کارمون. اول بذار به این رفیقمون بگم اینو برداره از اینجا. کوش رفیق. او سیگار نکش. تو چرا اینقدر علافی؟ نمیشه برو سر کار. بی تربیت. اونجا چه خبره؟ اینا رو بردارم. یعنی الان چه خوابی واسه اون؟ یکی یه ماموریت گذاشته. یا هم اون که 38 سالش بود گفت بعد چکش بکنین. خب داداش بیا. کمان مدارک. این آهنگی که میزنه عجیبه. آهنگی که اول داداش یه عکسی حداقل میذاشی ریشش سیاه باشه. حداقل سرش کچله. سر تو هم کچله ولی خدایی. خب 30 سالته. آقا این قیافش 30 ساله است. یعنی مردم یه کارایی میکنن. این هم که اصلا مچ نیست. پاسپورتت که اصلا کلا مشکل داره. این فقط اوکیه. این هم که اصلا کلا اصلا نابوده. بیا اینجا ببین عکست که اصلا شبیه خودت نیست اصلا. اسمت شبیهشه، دیتاش فلان. اوکی داداش تو دستگیری. میفهمی؟ ببین بچه ها این اصلا پاسپورتش مال خودش نیست. میترسم آزادش کنم. یعنی بگم برو. من مطمئنم تو ماشینی آدم مواد چیزی پیدا میکنم. بذار بیارمش بیرون. حاجی بیا بیرون. کمشو بیرون. یه مشکل چیه داداش؟ من به یه آدم مشکوکم کلن.
یه آدم مشکوکه. جان خودم این یه چیزی داره. میدونم که نباید زندانش کنم خب، ولی کلا خودش جای یکی دیگه زده، اصلا هیچ چیش به هم دیگه نمیخونه. آخه ببین کل پاسپورتش تقلبیه. داداش بیا برو زندان، بیا برو زندان، من این چیز عالیم نیست. مرد سکتر رفته پاسپورتت اصلا کلا تقلبیه، اصلا $200 هم اصلا کم کن. این مردک حق نداره پای پاسپورت بیاد تو. داشمون آقای سیبیل صدامی خوبی داداش؟ بچه اینا که آهنگی جوری میزنن خیلی مشکوکه. مثلا من اینو با این مچش کنم. بله خب اینو من کار دارم باش، اینو من باش کار دارم. داداش بیا بیرون، بیا بیرون، بیا بیرون. به من یه چیزی بهت بگم. Samini. اوکی خب اسلحه گرفتم پیشش. نه 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 تو رو من دارم پات. بیا 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 عزیزم، بیا برو زندان. پاشو بیا برو زندان. میری زندان آبخنک. مجرم اصلی رو گرفتم. شو بینم. خب اسلحه هست دیگه، درسته؟ اسلحه هست فکر کنم. اوکی بذار بریم سر کارو. اول بریم بخوابیم، یه خورده استراحت بکنیم بچه، خیلی خستم. ماشینش هم برداره. بیا بریم اینیم بابا. بس ده $60. خیلی خسیسی. بریم بخوابیم بابا، بریم بخوابیم. امروز هم روز گندی بود، گند. خب الان باید کجا برم؟ بیا بیرون. او تا چقدر شبیه هم بودن داداش. این تو بیگناه نیستی یا تو لاشی؟ من حالا بین خودمون باشه، ولی بذار من اینو بردارم. خب بذار من برم. خب خب بارم زدیم و به حرکت کنیم. اینم استارت. من چیکار کنم؟ آها بریم تو نقشه و بیایم اینجا. مالا اینجاییم، میپیچی مستقیم میایم اینجا. کشور خوبی ها اگر این قاچاقچی ها رو توش جمع بکنیم. اوه جلو اونو بستن. اوه Pochwyć ta topornik z lugarznictwa, a zbywać o stałej obstury.
اینا بزنیم. بعدی با چی داره با ما صحبت میکنه که ترکونیمش؟ ترکونیمش. از اینجا بریم تو. در رو باز کنین دوش. آفرین. خوب به وظیفشون عمل میکنن. آفرین آفرین. باز کنین در رو. دواشتون اومده. بیا بیرون. سلام بر برادر عزیز عینکی. داداش همه چی تحویل تو. خداحافظ. دوش از اینجا بریم دیگه. نه ببین پیچ بعدی بی پیچی بعدی. کلا میپیچیم تو بعدی. بوق هم نداریم. هر کی اومد رومون رد میشه. اینجا فروشگاهه. ما پول نداریم که. 200 دلار بیشتر نداریم. این 200 دلاره توفن کف دستمون نمیندازم. واسه ببینیم بابا. باز که بینیم داشت. ما رو باز کرد. چاکرم جونم عزیزم. ما اینا رو همشو به تو میدیم. بریم بچه ها چکش مکشو ول کن. یه اسلحه بخریم. 250 دلاره. داره جک 150 دلار. 1300 دلار. بچه ما اسلحه رو نمیتونیم بخریم. 700 دلار شاتگان. اسلحه لازم داریم بچه. من اینو ور میدارم فعلا. این 100 دلاری رو ور میدارم. فعلا اینو ور میدارم دیگه. راه دیگه ندارم. بریم سر کو ماشینمون. ببین نمیشه اینا رو برداشت فروخت. ببین بچه نمیشه اینا رو بردارم بفروشمشون. میخره یعنی داشتی اینا رو نمیخری. نمیخره. نه خاک تو سرت کنم. کم تو سر خودت بزنم. خفشو که صافت. اینم میزنم خراب میکنم تا نیست. باش در باز کن. اینجا بعد این چیزها رو تحویل بدیم. اسمش چیه؟ این مواد پوادا رو که گرفتیم تحویل بدیم. خبی داشت چطوری؟ قربونت. خداحافظ. خداحافظ. خیلی مسئولیت پذیرم. خالی کردی ای توف تو شرف. 2 کیلو مواد واسه ما نذاشتی بفروشیم. بچه خواد به مدرسه خرجش داشته باشیم. زنم طلا میخواد. ندارم به خدا ندارم. الان یه دستی میکشم کیف کنیم. همه چی رو خراب میکنم. نمیشه خراب کرد. نمیشه اینا رو خراب کرد. زرشک. ماشین دولتی رو زدیم. گن زدیم توش. در باز کنید. هنوز داره جیغ میکشه. بابا یکی برای این خاموش کنه. خب ببینم همون مأموریت چی داریم داشت. نوشته طبق آپریل 19 1981 هر چی باری که داره یا طبق نمیدونم چه سازمانی بعد چک کنیم که اون لیستش با اون یکیش یکی باشه. منم میگیم چشم. این چی میگه؟ میگه تلفن نمیدونم چی
نمیدونم یعنی چی، من ندونستم این چیه. به هر حال میفهمم که بعد بارا رو بخوابونیم. داداش بیا داخل، بیا داخل. الان بهتون ثابت میکنم که بعد چی کار کنیم. نفر اول داداش سلام علیکم، صبحت بخیر، انشالله صبحونه زده باشی و دستم نمیرسه. بده ببینیم. قربونت تو، فدام فشته های تو، بدم فدای، یعنی بشم فدای تو. خب آقا این میخوره، تاریخش 32 سالشه، اینم تاریخ چیز نمیخونه با هم دیگه، یعنی پاسپورتش تموم شده، مچ هم هست. ببینید این تاریخش با این نمیخونه. خب حالا ما کار بکنیش نداریم، به هر حال این راش نمیتونم بدم بره تو چون تاریخش نمیخوره. بیایم دفترچه‌مون رو برداریم. اینا دفترچه واسه کیه؟ واسه زمانی که میخوایم بارا رو چیز کنیم. بذار من اینا رو بیارم بیرون. ببین این توی بارا، ببین اینا اصلشون باید برن تو. خب باید بیارمشون پایین. خب حالا من کار بکنم این ندارم ما. خب اینا باید بیان بیرون، یه باید اینا رو بیاری بیرون چکشون کنی. خب میگه 10 تا اینجا 3 تا زده، نه ببخشید فارترز 10 تا زده، اینجا 8 تاست. گاز 3 تا زده، اینجا 3 تاست. توالت یکی، اینجا هم یکیه. بعد چیز ساب سوا همچین چیزیه، یکی هم یکیه. کدومش 3 تاست؟ 2 تا 3 تا زده. ببین باره با هم نمیخونه. خب بعد از اون طرفی تاریخش هم با هم دیگه نمیخونه. از اون یه طرف دیگه من این باره رو باید بیارم بیرون. ببین باید باره رو بیارم بیرون. بذار شاید خودشم باید بیارم بیرون بعد بتونم باره رو بیارم بیرون. نه داداش بیا بیرون، نمیشه بیای. ببین این به هر حال نمیتونه بره آخه، نه تاریخ پاسپورتش یکیه نه اون بارنامه‌اش. من میدونم ازم پول کم میکنه ولی بعد اینو باید بیارم بیرون بگردم، اینجوری نباید بذارم بره. ممکن تو توالیتا و اینا چیز میز قایم کرده باشه. خب الان پول کم میکنه، من میدونم که پول کم میکنم. ببین بیا میگفت چی؟ مارک ارور دوکه. ببین بعد چیزم میگه ماشینا رو خبر چیز لاپورتش داده بودن. ببین مثل این بعد بیارمش بیرون. خب اونو بعد میذاشتم دستگیرش میکردم فکر کنم. خب اینم بذار بره، برم چکشون کنم. اول برم پاسپورت طرفو بگیرم در نره. دواش ببینیم، بده ببینیم، بده ببینیم. کله خراب. خب 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 مگه میفهمم تو یه چیز. آها ببین مواد توش بود، دیدی؟ بذار این هم چیز کنم، نوشتمشون. حالا چک کنم. خب این بتر فلانش یکی یکی میخونه، اینم که میخونه. ببین به هر حال من اینا رو زیر اسکن که بردم. ببین ببینی الکل داره تو سیمان، الکل زدی. اینم هست.
چاقو میخواد. چاقو باید بیارم. چاقوم خرابه. داداش بیا بیرون. واسا شما دستگیرین؟ بی تربیت. کم شو برو تو زندان. نبینم تا بی تردب. خب بذار اول بریم مواد پاوادا رو اینا رو الکلا رو جمع بکنیم که من مطمئن بشم. هیچی. سیب بود. فقط همون یکی الکل بود. الکل فقط همون بود. تو این هم هست. حالا به هر حال ما اینا رو جمع میکنیم. پول به امیدا. دم دیگه. آقا بچه‌ها تا اینجا بسه. دمتون گرم که با من همراه بودین. مرسی از همگی. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، اگر از این گیم خوشتون اومد و شبیه اینو سراغ دارین، حتما تو قسمت کامنت ها بذارین و اسمشو واسم که واسه ویدیوی بعدی دیگه ازش استفاده کنین. و اینم بهتون بگم اگر تازه وارد کانال من شدید، حتما لایک کنین، کامنت بذارین و من رو دنبال بکنید. البته اینو برعکس گفتم، اشکال نداره. به هر حال اگه تازه واردید، ما رو دنبال کنید، هم زنگوله رو هم فعال بکنید. دمتون گرم تا بازی بعدی و ویدیو بعدی. خدا نگهدار.